بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، مادران ارجمندی که بنده رو میبینید و خیلی زیاد سوالهای خود رو به بنده مطرح کردید، امروز میخواهم در خدمت شما عزیزان با پاسخ سوالهای شما باشم. اساسا سوالهایی که در ماه رمضان آمد و عاید روزه‌داری هست. و اولا خیلی زیاد خواهرها سوال کردند که تراویح زنها از تراویح مردها چی فرق دارد و مایان کدام دعاها و چگونه نیت تراویح کنیم. پیش از همه عزیزان، اکثریت عبادت ها گفتیم 95% عبادت ها در اسلام بین زن و مرد فرق ندارد. یعنی چی نماز باشد، چی زکات باشد، چی حج باشد، برای زنها هم فرض است، برای مردها هم فرض است. آره در آنجا نماز جنازه هست یا مثلا جهاد است که فقط برای مردها هست، اما اکثریت عبادت ها علل خصوص فرض های پنجگانه برای زن و مرد یک خل می باشد. این چونین نماز تراویح هم خواندنش هم برای مردها سنت است، هم برای زنها سنت است. زنها هم خواندن اجر خود را میگیرند، مردها هم خواندن اجر خود را میگیرند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که دربارش در نوار کرده بودم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط 2-3 روز اول رمضان تراویح رو در مسجد خوانده بودند، بقیهش رو در خانه، تا که مردم برای خود این رو همچون فرض قبول نکنند. بعدن البته حضرت عمر گفتند چون مردم تنها در هر گوشه مسجد نماز میخوانند، نه شما رو باید با یک امام جمع کرد تا جماعت بخونید و بعد سپس همه روان خانه هایتون شوید. پس خواهرهایی که میگوید نماز تراویح ما چی خیل هست، عیناً مثل مردها و یا با آسان‌تر کرده بگویم چگونه که 2 رکعت فرض بامداد میخوانید، انا همین گونه شما 2 رکعت میخوانید و سلام میدهید، باز 2 رکعت میخوانید و سلام میدهید. میتوانید 8 رکعت خوانید، میتوانید 20 رکعت خوانید. و خواهرایی که میگن نه من کودک میدچه دارم یا اینکه سلامتی هم اجازه نمیدهد، میتوانید 2 رکعت 4 رکعت خوانید. مسئله اتفاقی هست که اگر 2 رکعت خوانید هم شما گناهگار نمیشوید، 20 رکعت حتی 30 رکعت و 40 رکعت هم. فقط از اینکه حضرت عمر 20 رکعت گفتند و صحابه ها با این اجماع کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقتی که زنده بودند 8 رکعت خواندند و حدیث در صحیح بخاری هست که حضرت عایشه میگویند ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه. پیامبر صلی الله علیه و سلم نه در رمضان نه در غیر رمضان از 11 رکعت زیاد نماز نمیخواند، 4 رکعت نماز میخوان. و شما یا میگن نپرسید فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، از زیبایی آن، از آرامی آن، از درازی آن، چگونه سجده های طولانی داشتن، چگونه رکوع طولانی داشتن، چگونه آرامش داشتن، از آن نپرسید. 4 رکعت میخوندن، کمی دم میگرفتن، 4 رکعت میخوندن، سپس 3 رکعت وتر میخوندن. و این نماز همان هم نماز تهجد است هم تراویح است که فرق ندارد، چون بعد از خفتن نصفه شب خوانده میشود. پس خواهران عزیز، شما میتوانید 2 رکعت خوانید سلام دهید، 2 رکعت خوانید سلام دهید. نه یک دعای مخصوص دارد، نه یک سوره های مخصوص دارد، نه یک نیت مخصوص هم دارد. برای اون که چگونه که در نیت روزه بنده گذاشتم عبادت ها مکانشان، نیتشان قلب می باشد. شما با قلبتون گفتید من 2 رکعت نماز تراویح می خوانم، الکی این نیت اجرا می شود و شما نماز را شروع می کنید. پس می تواند یک زن چگونه که 2 رکعت نماز بامداد می خواند انا همین طور یا 8 رکعت یا 20 رکعت، از اون کمتر خواند هم باکی ندارد، از اون زیاد خواند هم باکی ندارد، نماز میخواند. یعنی با 2 رکعت نیت میکند و سلام میدهد و اگر خواست کمی در نصفش یا گفتیم بعد از 4 رکعتش استراحت میکند که تراویح همون استراحت است، دوام میدهد. و یگان سوره مخصوص که بعد از فاتحه باید خوانده شود، یگان سوره مخصوص که باید در یگان جای نماز خوانده شود وجود ندارد. یعنی خیلی آسان است، فقط نیت تراویح است. سوال دیگرتون خواهران عزیز درباره سوزندار هست که زیادی خواهرها گفتن ما به نزد دندان پزشک می رویم و یا اینکه بعضی بیماری های دیگر هست. اولا هر یک دارویی که شما از طریقه دهان فرو بردید، این مسئله اتفاقی است که روزه شما می شکند چون از گلو فرو بردید. اما سوزنداروها چی؟ چون در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم سوزندارو وجود نداشت. درباره سوزندارو فقط علمای معاصر یا علمای زمانوی صحبت میکنند. و اگر شما به لجنه یا گفتیم جمعیت علمای معاصر نگاه کنید، اونها میگوین هر اوکال یا گفتیم سوزندارویی که یا قطره هایی که کپلینیتسه هم میگویم
به جسم گذرانیده می شود به مقصد غذا، قوت گرفتن جسم، مثل اینکه برای نمی بدن رو از بین بردن، برای خشکی بدن رو از بین بردن، یا برای کمخونی، یا برای یگان ویتامین اگر به بدن گذرانیده شد و همچون غذا هست. روزه شما میشکند چون شما قوت میگیرید، مثل اینکه غذا میخورید. اما سوزنداروهایی که برای به درد کنانیدن به جسم شما گذرانیده می شود، مثل اینکه بهیس کردن دندان باشد، یا برای پایان فراوردن حرارت بدن باشد، یا برای پایان فراوردن دولینه میگویم با روسی، یا فشار خون باشد، اینها روزه شما رو نمیشکند چون یگان خیل غذا نیست، یعنی خصوصیت قوت دادن به جسم شما ندارد. بقیه اما هر چیزی که مثل گلوکوز و دیگر ویتامین ها به پوست شما یا به جسم شما گذرانیده می شود، فرق ندارد از طریقه رگ باشد یا از طریقه پوست، روزه شما رو می شکند. سوال دیگر درباره قضای حیض. زیاد خواهرها پرسیدن که مادامی که در وقت حیض روزه گرفتن حرام است، پس قضای اون رو ما چیکار میکنیم؟ خواهران عزیز، قضای حیض رو شما بعد از رمضان، در روزهای عید که روزه گرفتن حرام است، بعد از عید کی خواسته تا رمضان دیگر گرفته میدهید. اما البته چون قضا برگردن شما فرض می باشد، باید زودتر انجام دهید. یعنی سهلنگاری نکنید که بعداً میگیرم. برای اون که در نزد اکثریت علما هر زنی که به عذر قضای این رمضان رو تا رمضان دیگر برده رسانید و رمضان دیگر آمد و هنوز قضاهایی که به عذر نگرفته است در گردنش هست، یگانه قضا نه بلکه کفاره هم دهد. یعنی بعد از این رمضان سال گذشته رو روزه هایش رو هم میگیرد، هم به جای هر یک روزش به یک کمبغل یا خوراک پخته آماده کرده میدهد به مقدار سیر شدن، یا 1.5 کیلو برنج و یا 1.5 کیلو ارد میدهد. برای همین قضا که برگردن شما فرض می باشد، تا رمضان دیگر نبو زودتر آن را انجام دهید. ولیکن در ما حدیث در بخاری است که حضرت عایشه رضی الله عنها میگویند من قضاهای رمضانم را در ماه شعبان، یک ماه پیش از رمضان میگرفتم، چون با پیامبر مشغول بودم. یعنی یکی شما کم کم گرفتید و تا شعبان رمضان آینده بردید هم باکی ندارد، اما کوشش کنید که زودتر گیریم، برای اینکه پروردگار میداند یک انسان چقدر عمر میبیند. با قضا همیشه خواص ما هم پریشان است که من باید بگیرم و قرضدار هستم. و قضایی که از حیث شما قرضدار شدید یا به خاطر یگان بیماری قرضدار شدید، اون رو حتمی است که پای در پای گیرید. می توانید در یک هفته 1 روز، در یک ماه 3 روز، مهم تا رمضان دیگر تمامش کنید. یعنی این درباره قضا بود که قضای رمضان هم فقط نیت میکنید که من فردا قضای روزه رمضان رو میگیرم، با همین نیتی شما تمام است و به جای 1 روزه که حیض شدید 1 روز، 7 روزه که حیض شدید 7 روز قضا میگیرید. سوال دیگر درباره خواهرای پرسیدن که مادر من سرطان دارد، مادر من دیوانه است. مثلا پروردگار به تمام بیماران مسلمان، علل خصوص بیماران هموطنان عزیز، شفای عاجل کامل دهد. خواهران پرسیدن که مادر من عموما توانی روزه‌داری ندارد، چی کار کنیم؟ آیا می شود نبیرش از نام او روزه گیرد؟ آیا می توانم من از نام او روزه گیرم؟ خواهران عزیز، آیتی که الله میگوید و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، هر کسی که روزه گرفته نمیتوانند آنها باید فدیه بدهند. و فدیه این است که وقتی مادر شما 3 روز روزه گرفته نمیتواند و توانی قضاش رو هم گرفتن رو ندارد، برای 30 روز شما میتوانید به 30 کمبغل خوراک پخته دهید، خوراک پختگی، یا میتوانید شما خامش رو که 1 روزه فدیه 1.5 کیلو هست، 1.5 کیلو برنج و یا ارد که همگی 45 کیلو می شود، به 1 کمبغل یا به چند کمبغل تقسیمش کنید. اما از بجای انسانی بیماری که و دیگر برای صحت شدنش امید نیست، کسی نمیتواند قضا بگیرد، بلکه برای او فدیه میدهند. اما بیمارانی که انشالله امید هست که شفا یابند، آنها فدیه نمیدهند و وقتی که صحت شدن، چه خیلی که الله میگه فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، آنها بعد از صحت شدنشان روزشان را میگیرند. این فدیه دادن برای بیماران و این چنین پیرمرد و پیرزن هایی که دیگر سال از سال عمرشان رفته ایستاده است و سال آینده باز ضعیفتر میشوند، امید به روزه گرفتن آنها نیست، آنها هم فدیه میدن یا به جای آنها فرزندانشان اگر شرایط نداشته باشند به 30 کمبغل در یک بورگی یا جدا جدا یا خامش را تقسیم میکنند. سوال دیگر درباره ختم قرآن بود عزیزان.
خواهران عزیزی که میگن ما یکمین بار الحمدلله ختم قرآن کرده ایستادیم و شنیدیم که باید به ارواح پیامبر بخشیده شود و یا اینکه به ارواح کسی بخشیده شود و ختم قرآن چند چیز دیگر. عزیزان در ما در یگان جا نآمده است که ما ثواب کاری رو به پیامبر ببخشیم، نه ثواب روزه، نه ثواب قرآن، نه ثواب حج، یگان چیز به جز صلوات. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن به من صلوات فرستید، صلوات شما به من آمده میرسد و هر کسی که به من یک صلوات فرستاد الله به او 10 صلوات میفرستد و صلوات پروردگار این رحمت است، یعنی الله به او رحمت میفرستد. برای همین بخشیدن قرآن به ارواح پیامبر این بدعت محض است، یعنی یک چیزی ناپیدا هست که نه پیامبر فرمودن نه صحابه ها فرمودن. آره به میت عادی، به پدر مادر خویش و تبار بخشیدنش رو جمهور علما یعنی اکثریت علما اجازه میدهند، همچون عبادتی که صدقه رفته میرسد که دربارش حدیث صحیح است یا حج کردن جایز است که دربارش حدیث صحیح است. اکثریت علما برای خویش و تبار مرده یا عموما یک مرده انسانی عادی اجازه میدهند، اما برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بخشیدن ثواب ختم قرآن در یگان جا آمدگی نیست و با این کار انسان ثواب نمیگیرد بلکه بدعت است. یا اینکه مثلا خواهرایی که میگن من به هیچ کس نمیبخشم، باکی ندارد، یعنی در یگان جا آمدگی نیست که حتما ختم قرآن کردی به ارواح کسی بخشی. برای اینکه حتی بعضی علمایی هستن که میگن عموما به مرده ها قرآن نبخشه، چگونه که پیامبر فقط دعا کردن شما هم دعا کنید. اما چه خیلی گفتم اکثریت علما قیاس به اینکه صدقه که رفته میرسد ثواب قرآن هم رفته میرسد میگویند و باکی ندارد. چیز دیگر عزیزان درباره نماز بی نماز است، ببخشید روزه بی نماز است. بعدن زلت اللسان می شود که من بعضی جمله ها رو خطا میگویم یا اشتباهی تلفظ میکنم، معذرت میخوام. خواهرانی که میپرسن انسان بی نماز روزش قبول است یا نه، پیش از همه عزیزان یکی از امرها یا یکی از عبادت هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرق بین مسلمان و کافر گفتگی هستند این نماز است. چی در صحیح بخاری، چی در مسلم، چی در ابو داود، در تمام کتاب های سنن. حتی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه انسانی که نماز نمیخواند زندان کرده می شود تا اینکه توبه کند و به نمازش برگردد، او زندانی می شود. برای همین در ما حدیث در بخاری از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کسی که نماز عصر را نخواند حبط عمله، همان روزه کاری او همش برباد رفت، فقط به خاطر نماز عصر. فقط نماز عصر را نخواندی همان روز همه ثواب تو از بین رفت. پس وقتی که نماز عصر را نمیخوانی همان روزه ثواب نداری. تصور کن کلی نماز را نمیخواندگی انسان ها جزای آنها چه است؟ یعنی نماز از چیزهایی هست، از عبادتهایی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن العهد بیننا و بینهم صلات، فرق بین ما و آنها یعنی کافرها این نماز هست. و نفرانی که با امید ثواب روزه میگیرند و نماز نمیخوانند به آنها چی گفته میشود؟ در یک روز 5 بار الله ندا میکند بیا نماز مرا بخوان. مؤذن به سوی عبادت الله ندا میکند چون پروردگار فرض کرده است. در یک روز 5 بار ندای الله را قبول ندارند، پس در یک سال 1 بار روزه میگرفتند با امید اون که الله به آنها ثواب میدهد. بیهوده نباید خود را این گونه فریب کرد. برای اینکه در ما حدیث در ابو داود است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اولین چیزی که روز قیامت شما حساب کتاب کرده میشوید از روی آن این نماز است. نمازتان اگر خوب است سایر عملهایتان هم خوب است و شما ان شاء الله از نجات یافتگانید. نمازتان اگر فساد است و نمازتان خوب نیست خواب و خسیر، دیگر شما خسران شدید، زیان کردید، نابود شدید. برای همین عزیزان مسئله بی نمازی مسئله جدی هست و حتی علمای هستند در مذهب امام احمد که میگویند بی نماز از روی تنبلی نماز نخواند هم او مسلمان نیست، به ایمان او باور نکنید. چگونه یک انسان میتواند بگوید من مسلمانم و در یک روز 5 بار ندای الله را که نماز باید بخواند قبول ندارد؟ به او باور نکنید، به ایمان او باور نکنید. برای همین مسئله بی نمازی با روزه خیلی مسئله جدی هست و مدامی که در نماز عصرت را نمیخوانی و همون روزه عملت همش برباد است، امید نکنیم که تمام نماز را ما نمیخوانیم و باز برای روزهمان ثواب میگیریم. این مسئله خیلی و خیلی جدی است. و اخیراً درباره اعتکاف است. درباره اعتکاف پرسیدن که زنها چگونه اعتکاف می نشینند و آیا در خانه اعتکاف نشستن ممکن است؟ پیش از همه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم همسران پیامبر اعتکاف می نشستند. بعد از مرگ پیامبر هم همسران پیامبر اعتکاف می نشستند و معنای اعتکاف
یک مدت در مسجد به نیت ثواب گرفتن نشستن است. بعضی علما میگن 1 ساعت نشستی هم اعتکاف است، بعضی علما میگن نه باید یک شبانه روز، بعضی میگن چقدر که خواستی. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم اساساً 10 روز آخر اعتکاف می نشستن و همسران پیامبر هم وقتی اعتکاف نشسته بودن پیامبر من نکرده بودن. پس اعتکاف نشستن برای زنها هم جایز است اگر شوهرش اجازه باشد، اما اعتکاف در مسجد است، چون الله میگه و انتم عاکفون فی المساجد. وقتی شما در مسجد ها اعتکاف نشستید، یعنی در خانه اعتکاف نشستن، اگر قول بعضی علما باشد هم این خلاف دلیل است. حتی عبدالله ابن عباس میگویند این بدعت است، چون همسران پیامبر اگر در خانه اعتکاف نشستن می بود، همسران پیامبر در خانه اعتکاف می نشستن. این بود تقریبا جواب 8 سوال شما خواهران عزیز. الله نصیب کرده باشد پس از این باز همراه هستیم و در خدمت شما هستم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.